از سنت خجالت بکش. چیکار کنم؟ میخوام به یه چالشی دعوتت کنم خب که تا حالا تو زندگیت نرفتی. کجا؟ خانه ارواح. همون همون که پدر بزرگ میگفت خونه جنی. چی؟ این ببینین جون خودت خیلی حال میده. میبینی؟ برین زودی برگردیم. برین شو بمونی. شو من اگه شو من زید پدری هم که شب بمونم. همه چی هم با من، مکانم با من، همه چی با من. بچه حسین رو میخوام ببرمش به یه چالش. نگاه کنی همه چالشایی که میگرفتن الکی بود. این چالش اصلیه. اگه جرأت کرد بیا. جورک پشت میریم ما. پشت حسین شو نگی من نمیخوابم. نمیمونه ما نداریم. بچه ها ما بعد از چند ساعت رانندگی بالاخره به اون جایی که قرار بود بریم بمونیم نزدیک شدیم و به دلیل یه سری از مسائل ما نگفتیم که کجا هست و آدرس دقیقش و لوکیشنش و اینجا، ولی از اطرافش و دور و برش کلا براتون ویدیو میذاریم. بچه ها این طبق تعریفایی که پدر بزرگم برای من کرده اینجا کلا یه منطقه نفرین شده است و روی تمام در و دیواراش اون منطقه طلسم نوشته شده و تمام کسایی که حالا میخوان دعا بنویسن یا یه کاری کنن میان کاراشون رو تو اون منطقه انجام میدن، چون میگن اونجا موکل وجود داره. و یه چیز خیلی که به شدت ترسناکه اینه که پدر بزرگم میگه من وقتی که بچه بودم خیلی از بچه‌هایی که همسن من بودن اون منطقه که میومدن دکتر زبون میگرفتن و بعداً ما فهمیدیم که به خاطر حالا موکل بوده که اونجا وجود داشته و یه جاش بوده که واقعا مثلا روستایی رو دیگه اذیت میکرده. وقتی که میومدن نزدیک به اینجا شروع میکردن از داخل اونجا سنگ انداختن که دیگه بعد از این مدت که رسانه‌ایشون اومدن اون منطقه رو خراب کردن و صافش کردن. کلا حالا میریم بهتون نشون میدم و کل اون منطقه هر جاشو که طلسم نوشتن خونه‌ها کلا خراب شد. و یه چیزی بهتون بگم باورتون نمیشه، با اینکه اقدر همه چیز خراب شده، با اینکه هیچ کسی نمیه اونجا، با اینکه بازسازی نشده، حتی تمام نقش و نگاره قدیمی رو در دیواره، حتی یه جایی مثلا پدر بزرگم تعریف کرد که جای خنج رو دیواره علامت گذاری کردن و امیدوارم من که تا حالا نرفتم و ندیدم ولی امیدوارم که پدر بزرگم حقیقت گفته باشه و من دوست دارم امشب یه شب فوق العاده ترسناکی باشه که اونجا میخوام بمونم. و یکی دلیل دیگه هم که اینجا مثلا اینجور اتفاقایی میافتاد، خب کسی که اولش نمیدونست اینجا اینجوریه. حسین نگاه کن وقتی خانواده ها می اومدن مثلا حالا به خانواده هاشون سر میزدن، خب بچهای کوچیک داشتن، بچهای کوچیک مثلا میدویدن میرفتن تو حیاط با این نفر حرف میزدن، مثلا بهشون میگفتن داری با کی حرف میزنی؟ میگفت دارم با حرف میزنم. میگفت یعنی با کی داری حرف میزنی؟ بعد که متوجه شدن میگن اصلا بچهای کوچیک چون که مثلا گناهی ندارن اینا راحت میان پیش این بچه‌ها. بعد به خاطر اینکه بتونن با بچه‌ها ارتباط برقرار کنن، خب بچه‌ها رو اذیت می‌کردن. یعنی لکنت زبونایی که اتفاق می‌افتاد به خاطر این بوده. حالا قرار ما بریم و به اونجا کم کم داریم نزدیک میشیم. چند بار تماس گرفتیم باشون جواب ندادن و بهمون هم دقیقاً شرط کرد، گفت اگر خواستیم بریم اینجا یه تایمی بیان که هوا تاریک نشه و ما واقعاً یه روز به شدت ترسناک رو انتخاب کردیم برای موندن تو اونجا، چون هم ابر هم بارون هم رعد و برق میاد، نمیتونیم آتیش کنیم چون بالاخره آتیش یه سری طلسم‌ها رو از خودش دور میکنه. فلزات، آتیش‌ها، بعدش اون دعاها، بعد گردنبند، اینا هیچی نباید با خودمون ببریم. آره ما هیچی نباید با خودمون ببریم که حالا اگه اتفاق خاص بیفته اونجا ما ببینیم و بالاخره برای شما هم فیلم بذاریم. و قبلش هم بهمون گفته که باید تعهد بدید که با خودتون هر اتفاقی براتون بیفته، چون دیگه از یه تایمی به بعد شب دیگه هیچ کسی اونجا نمیره، چون میگن به شدت صدای ترسناکی میاد، به شدت اتفاقای خیلی بد میفته و کلا اون منطقه نفرین شده است و قرار ما امشب اونجا بمونیم. فکر کنم رسیدیم. این آدم هست که اینجا وایسته. بچه من از مسیر یه تیکه فیلم گرفتم براتون میذارم از مسیر، چون داشتم صحبت میکردم دیگه از مسیر بعدش گرفتم براتون میذارم ببینید چه مسیر ترسناکی و قرار ما کجا بریم. بچه ها میبینید مسیرش به شدت ترسناک. اصلا اینجا مثلا حتی غروب که میشه، غروب هوا تاریک که میشه هیچ کسی نمیاد. حالا هم ابریه، هم داره بارون میاد، هم رعد و برق میاد، هم شب قرار ما تو یکی از این خونه ها بمونیم. حالا کدوم خونه دوست دارید بمونی؟ اینو بگو. نگاه کنید اصلا کلا یه مسیر کاملا ترسناک و وحشتناکه که قرار ما
در یکی از خونه‌های اینجا اقامت داشته واسه این خونه خوبه. و شب قرار اینجا بمونه. مارکو در حال تصویر برداری می باشد. میگم ماشینمون هم داره گیر میکنه، یعنی جفت خودمون ماشینمون هم داره. حالا بیا بریم داستان این که اینجا رو کجا چرا خراب کردن و دلیلش چی بوده رو بهتون ریز به ریز بگم. این مسیریه که ما باید حالا بریم اونجایی که اون خونه‌ای که قرار حالا ما هماهنگ کردیم بریم داخلش. ناموسن یه چی تو فیلم بود به ولای وای پک نه خطای دید بود وای برگام معلوم میشه روز الان این روز اقدر ترسناکه بچه. اینجا شب واقعا یعنی باید خیلی دل و جرأت دل و جرأت داشته باشی که بخوای اینجا بمونی و حس میکنم واقعا ما یه ریسک بزرگی داریم میکنیم برای ضبط این ویدیو که شب قرار بگیره، چون شما اصلا راجع به اینجا هیچی نمیدونی. نگاه کنید کل اینجا خراب شده، هیچ کسی دیگه بازسازیش نکرده به دلیل اینکه مثلا اگه بچه کوچیک بیاد اینجا، بچه کوچیک وای میسته مثلا میگه عمو نرو بالا، عمو بشین، عمو برو، عمو بیا. یعنی مثلا بچه‌های کوچیک انگاری مثلا چشم سومشون فعاله، قشنگ میبینه. نگاه کن این مثل مرغ داره پاروفو میکنه، میخواد تخم بذاره. من مثل سگ ترسیدن. ای برو یا حضرت عباس. بچه‌ها اینجا یعنی قشنگ نگاه، نمیدونم تو ویدیو اینجوری حس کرد، یعنی قشنگ اینجا خفگی شد من دارم حس میکنم. مثلا می‌دونی چیه؟ بیا برات توضیح در مورد چوبا بدم. این چوبا میدونی چه کاربردی داشته قدیما؟ نور گوشیت سولاخه. نور گوشیت یکم بیشتر کن. برو بیشتر شد. بیا در مورد اینا برات توضیح بدم. اینا حکم گذشته که نگاه کن زمانی که گاوشون و گوسفندشون تو مسیر می‌آوردن اینجا پلاب می‌کردن، بعد گاو و گوسفندشون اینجا نگه می‌داشتن، بعد اینجا آخرش بوده براش کا الف یا اونجا یه چیزا میره. بچا اینجا حدود مثلا شاید مثلا 10-20 ساله که کسی اصلا کلا اینجا نیومد. حتی مثلا صدای پرنده ها نگاه کنید چقدر ترسناکه با که تو روزه. یعنی واقعا ما یه روز خیلی سخت انتخاب کردیم که بیا اینجا بمونیم. هم بارون میاد، هم رعد و برق میاد، هم هوا به شدت داره که امیدوارم اینجا که میخوایم بمونیم نور داشته باشه، یعنی برق کشی شده باشه. اگه قطعا مار میکشته. بعد این بچه اینو دقیقاً یادمه. این یه حمام قدیمی هست خب که از قدیم میگفتن صدا توش میومده، یعنی از قدیم میگفتن تو این صدا میومده و به خاطر همین دیگه اینجا کلا خراب شده، کسی دیگه نمیاد. حتی مثلا این درخت‌ها کلا درختای ثمریه ولی هیچ کسی تا حالا نتونسته میوهشو بچینه بخوره. یعنی نمیدونم چه جوریه که حالا یه سری عقاید دارن که میوهاشو نمیخورن. سه بارون خیلی در شدید میشه. بیاین جلوتر. حسین نگاه کن. حسین چه حروفایی نوشتن؟ چی؟ حروف نوشتن اینجا. بچه ها نگاه کنید حروفا ببینید مثلا 44 ضربه در اینا مثلا طلسمایی که حالا جنا انجام دادن اینجا. میبینید امشب قراره اینجا بخوابیم. جینگری جینگو دینگلی دینگو. بچه‌ها یعنی اوضاع الان یه طوری هست، الان خیلی بارون شدید شده. نمیدونم حالا از کف حیاتا چاه هست. آره مثلا یهو می‌بینیم ما رفتیم پایین، یهو بس فیلم رو دیدیم ما رفتیم پایین چون اکثرا چاه می‌زدن. بعد بنداز رو خونه ها ببین علامت گذاریه که کردن اینجا رو اومدن همش طلسم کردن، مثلث مثلا یه مثلث، یک مثلث 41 مربع کلا. حالا بدیش اینجا میدونی چیه مثلا حالا آتیش ما میتونستیم آتیش کنیم بالاخره یکم نور داشته باشیم. امیدوارم جایی که داریم میریم برق باشه، چون حالا آتیش باشه یه سری طلسم‌ها رو خنثی میکنه. میگن آتیش مثلا طلسم رو خنثی میکنه. حالا شمع و اینا گرفتیم تو ماشین هست. من که واقعا اینجا احساس نفس تنگی میکنم. من اینجوری برای من وایستی جلو میکروفون داری توضیح میدی انگار دل و جرأت پیدا کردی. امشب
من دارم اینا رو توضیح میدم چه بریم قسمت دوش بعدا بگیریم که بارونی نیست مثلا بشه آتیش کنیم بشه خب آتیش کنی خب نمیاد سر کنم کجا بمونیم امشب کدوم اتاق بخوابیم بچه ها میخوام حسین رو داخل یکی اتاق میخوابی اینجور که نمیشه بخوابی بچه ها ما فعلا باید بریم یه لوکیشن برای موندن حسین بیا ببین چه پیدا کردن حسین بیا نفرین بر جدایی امشب داخلی بود یا سب کن اون موقع کلا موقعی که مثلا دعا بنویسن رو استخون گوسفند می‌نوشتن مثلا میگفتن اگه اون موقع مثلا سونوگرافی و اینا نبوده یه بچه موقعی که می‌خواسته به دنیا بیاد میومدن یه آیه روی فک یه حیوانی مینوشتن بعد اون فکر رو میپختن نمیدونم چه اتفاقی میفته نوشته اگه مثلا گرد میشون میگفتن دختر شده اگه مستطیل میشون میگفتن پسر شده و نمیدونم حالا این به خاطر چه بوده مشتی نوشتن توش نوشتن ولی نمیدونم چی بود حالا ما میندازیمش دور این موقع تک تلفن اسمش نمیدونم شرایط جوی بچه ها شب شد و ما اومدیم اینجا که وسایلمون رو ببریم داخل یه صحنه خیلی ترسناک همین اول این سگه رو میبینید اونجا این اولش اومد که ما رو بگیره ولی از وقتی که به این منطقه نزدیک شدم که گفتم این منطقه مفید است اینجا میبینید فرار کرد دیگه به این سمت کلا نمیدونم حتی چیزی هم براش ننداختم شب میریم که یه شب ترسناک سپری کنیم با هم سب کن بزن اینجا گفتن هیچ که زندگی نمی‌کرد پس این جای کیه؟ چیه؟ وای چه غلطی کردم من حرف تا خر شدم پا شدم حالا دیدی میگفتی اعتقاد ندارم دیدی بایی آقام بود در روی بازو بسته میکرد نه وقتی گوگامیل برداشت دیوار اینا چی رختی اینجا نامسن همه در از صدا خشم یه صدا پام یه صدا در میاد بسته شد